ببینید الان ما گاز رو 3-4 برابر اروپایی‌ها داریم مصرف میکنیم. 3-4 برابر اروپایی‌ها داریم از انرژی داریم همینجوری مصرف میکنیم. کم آوردیم برای اینکه اضافه مصرف میکنیم، بد مصرف میکنیم. بعد مجبور میشیم وقتی کم آوردیم گاز کارخونه رو قطع کنیم، برق مردم رو قطع کنیم. این چرا اینجوری شده؟ برای الان ببینید اینجا مثلا این برای چی این چراغا رو روشن کردن؟ نور آفتاب هم اینجاست. چرا روشن کردی؟ یعنی این عادت بدی است که داریم و این چیزایی که اینجا گذاشتیم، گرمایی که اینجا وجود داره، الان من تو به اصطلاح داره عرق به اصطلاح گرممه. چه لزومی داره ما اینقدر گرم کنیم جایی که میتونیم نکنیم؟ شما تصور کنید تو مملکت هر کسی یه ذره مراعات بکنه، یه ذره. او قدیم که راه نبود، که ماشین نبود، نمیدونم از این فضاهای مجازی نبود، اطلاعات، کسی که برای اینکه علمی رو به دست بیاره باید فرسنگ ها راه میرفته. میگن ابو سعید ابوالخیر در کجا داشت یه سخنرانی گفته بودم میاد، مردم جمع شده بودن که برن سخنرانی این بزرگ رو بشنون.